بچه این دایلوگایی که برام نوشته بودین کامنت کرده بودین چند تاشو گفتم، ولی خیلی تعدادشون زیاده، باقیشون هم بعدن براتون میگم. کسایی که جا افتادن دلخور نشن و هر کسی هم که میخواد دوباره چیزی رو بشنوه دوباره کامنت کنه، من میگم. کی به تو گواهی نامه داده؟ گوساله زدی به ماشینم. مرسی، خیلی ممنون. ببین میدونم تو کوری ولی باید اینو ببینی. تنها کاری که باید بکنیم اینه که اون قطار لعنتی رو تعقیب کنیم. ای چاقالو، اصلا کار آسونی نبود. اگه راست میگی خودتون قطار لعنتی رو تعقیب کن. گوش کن سی جی، تنها کاری که باید میکردی این بود که اون قطار لعنتی رو تعقیب کنی، ولی تو نتونستی. گروو استریت، خونمون، بدترین جای دنیا. اگه میخواستم سرزنش بشم زن میگرفتم. گواهی نامه خریدی؟ بچه جنوب باخت نمیده. ایمان یارالی بچه حواس، خیلی دوستت دارم. من یه دونه شماره 17 سفارش میدم، یه دونه شماره 9 بزرگ، یه دونه شماره 45 با پنیر، با قارچ، با سس اضافه و یه نوشابه بزرگ. یه قلب دیوونه دارم توپ به توپ، محاله که لنگم رو پیدا کنی. میبینمت آقای پلیس. ای کاتالینا، ببخشید من اشتباه کردم. قول میدم از این به بعد دوستت داشته باشم. اون باید من بترسه. من یه گنگسترم سیجه. اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. وقتی که تو به من زنگ میزنی که بیام اونجا، من نمیام سراغت. تو نمیخوای چون من با یه اسلحه میام پیشت. سلام آقا خره. گام شد تو خره اونایی. برکلی دیگه کدوم خریه؟ باشه هرچی تو بگی. خب اینم درخواستی بود. بلند شو آشغال، وقت کاره. برو بهشون ثابت کن رئیس کیه.